کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر ترسونزاده در 9 ماه سال 2017 یک قطار کارها را طبق نقشه به اتمام رسانید. نمایندگان کمیته اجرایی حزبی در اطراف پیام سرور دولت، دستاوردهای دوران استقلالیت، اینچنین در مسئله‌های مبارزه بر ضد کروپسیا، پیشگیری شامل شوی شهروندان به حزب حرکت‌های تندرو و پرزور گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها را به نقشه گرفته با ساکنان شهر و دهات ملاقات و همایش‌ها دایر نموده است. هر هفته یک مرتبه در نزد رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مویستان عزیز و عهده اجرای سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی با کارمندان مشوره دایر کرده می شود و هر یک مسئله به میان گذاشته بررسی می گردد. امسال بخشیده به 26 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر ترسونزاده صاحب بینای خوش‌طرح و زمانوی گردیدند که در اینجا تمامی شرایط کاری مهیا کرده شده است. چنین غمخوری‌ها را به نوبت گرفته کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان فعالیت خویش را باز هم پرثمرتر می‌نمایند، گفت این صحبت مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرها صابرجان محمدوف. طول فعالیت خود کمیته اجرایی شهری حزب با دستاوردهای زیادی نویل گشته است و باید قید کنیم که یکی از دستاوردهایی که در سال جاری تمام حزبیان شهر ترسونزاده نویل شدند این با دستگیری به واسطه رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و دستگیری به واسطه رئیس شهری ترسونزاده محترم سجادی سلامزاده با استفاده دادن این بینوی نوی خوش‌طرح سه‌آشیانه برای کارمندان کمیته اجرایی بود که من فکر میکنم یک دستاورد کلان بود برای تمام حزبیان شهر ترسونزاده در عرفه جشن 26 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در عرفه 25 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان. البته بعد از با استفاده دادن بینوی مذکور برای کارمندان کمیته اجرایی شرایط‌های خوبی کاری فراهم آورده شد. در کمیته اجرایی شهری عین حال 12 نفر کارمندان کار و فعالیت دارند. کمیته اجرایی از دو شعبه یعنی شعبه تشکیلی و کار با کادرها و شعبه کار با زنان، جوانان و تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن عبارت است و اینچنین بخش امور و بخیرگیری در نزد کمیته اجرایی حزب فعالیت نموده ایستاده است که تمام گوییم که گردش حرکت اعضای حزب را در شهر ترسونزاده زیر نظارت قرار داده است. طبق دستور کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر ترسونزاده، کمیته اجرایی ابتدایی حزبی نزد کارخانه واحد دولتی شرکت الومنی تاجیک گروه تبلیغاتی تأسیس داده در همه سیخ‌های شرکت جهت بررسی نمودن محتوای پیام پرزیدنت کشور واخری و ملاقات‌ها دایر نمودند. چنین واخری و ملاقات‌ها در تشکیلات‌های ابتدایی حزبی زیرتابع کمیته اجرایی ابتدایی استاد و کمیته اجرایی ابتدایی کشاورز نیز دایر کرده شد. برای اجرا نمودن تمام امر های حکومت جمهوری تاجیکستان و پرزور نمودن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی در شهر ترسونزاده، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تمام چاره‌ها را راه‌اندازی می‌نماید. صابرجان سیدوف، سیف‌الدین ابراهیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.